خب با سلام. شب چهارشنبه سوریه ذره سر و صدا زیاده، ببخشید، ولی در ادامه جلسه قبل در مورد روابط سالم و عمیق میخوام این موضوع رو از جنبه‌های کاربردی و شخصی تر بررسی کنم. اما قبل از اون در جلسه قبل به علت محدودیت وقت برای دوستانی که در اینستاگرام برنامه رو دیدند مطلبی جا افتاد که ابتدا به اون اشاره میکنم و بعد به موضوع این جلسه میپردازم. در مورد روابط متقابل مکمل صحبت کردیم و حال روابط متقابل متقاطع. روابط متقابل متقاطع مانند این که من از شما میپرسم ساعت چنده، شما از جای خود بلند میشید، صورتتون سرخ میشه، فریاد میزنید ساعت 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 رو از من نپرس، باز هم که دیر کردی، اصلا معلومه داری چی کار میکنی؟ من از بخش بالغ خودم چیزی از شما پرسیدم و شما با بالغ خودتون به من پاسخ ندادید. به جای اون به طرف حالت نفسانی والد عصبانی خودتون رفتید. با این سرزنش من رو از بالغ خود بیرون رانده و وارد کودک کردید. به زبان علمی این که از حالت نفسانی مورد خطاب پاسخی داده نشد. نکته مهمی که در پایان این قسمت باید بهش اشاره کنم اینه که یک ارتباط در سطح اجتماعی شاید بالغ به بالغ به نظر برسه، ولی پیام نهانی اون والد به کودک شما باشه. یعنی شخص ادعا میکنه انسان بالغیه و پیامی بالغانه داده، ولی در سطح روانشناختی نهانی اون پیامی از والد شخص به کودک طرف مقابله. مثلا شوهر به همسرش میگه پیراهن من رو چیکار کردی؟ همسر اون رو در کمد لباس ها گذاشتم. اگر صرفاً به کلمات دقت کنید خواهیم گفت این یک رابطه متقابل مکمل بالغ به بالغه. ولی اگه لحن این گفتگو توسط شوهر به صورت پرخاشگرانه و همسر با صدایی لرزان و سر پایین افتاده باشه، در سطح روانشناختی به صورت موازی والد کودک و کودک والد در حال تبادله. خب حالا به موضوع این جلسه بپردازیم و میخوام به موضوع اصلی در چارچوب تحلیل رفتار متقابل و نظرات اریک برن روابط انسانی رو به سطوح مختلفی تقسیم کنم که برخی از اونها سطحی تر و برخی عمیق‌تر هستند. بالاترین صمیمیت و پایینترین انزوا هستش. همونطور که در تحقیق دانشگاه هاروارد بدان اشاره کردم، انسان گونه‌ای اجتماعی و یکی از مهمترین فاکتورها در سلامت، شادی و موفقیت او سطح تعامل او با خود، دیگران و محیط اطرافه. در این لحظه چه رئیس جمهور فرانسه باشید، چه یک اسکیمو در قطب شمال و چه شما که در حال دیدن این برنامه هستید، در یکی از این سطوح تعاملی قرار دارید. این سطوح بر حسب درصد و نوع تعامل به 6 مرحله تقسیم میشه. قاعدتاً انزوا با درصد تعامل 0 در پایین ترین سطح و صمیمیت با بیشترین تعامل یعنی 100 در بالاترین نقطه این نمودار قرار داره. این مراحل عبارتن از 1. انزوا، 2. تشریفات، 3. سرگرمی، 4. فعالیت، 5. بازی‌های روانی و 6. صمیمیت. خب ببینیم انزوا چیه. 1. انزوا در تحلیل رفتار متقابل یعنی فرد به طور آگاهانه یا ناخودآگاهانه خود را از ارتباطات اجتماعی کنار میکشه و وارد دنیای درونی خودش میشه. این حالت میتونه به 2 شکل اتفاق بیفته: 1. انزوای فیزیکی و 2. انزوای ذهنی. انزوای فیزیکی: فرد از نظر فیزیکی از دیگران فاصله میگیره، مثلا در یک جمع حضور نداره یا خودش رو از تعاملات اجتماعی دور میکنه. یه فیلم خوب در این زمینه یسمن با بازی جیم کریه که توصیه میکنم ببینیدش. 2. انزوای ذهنی: حتی اگه فرد در جمع باشه ممکنه ذهنش درگیر افکار خودش باشه و عملاً با دیگران ارتباطی برقرار نکنه. حال سوالی که پیش میاد اینه که چرا
افراد وارد انزوا میشن. 1. محافظت از خود برای جلوگیری از آسیب‌های احساسی یا برخورد با موقعیت‌های ناراحت کننده. 2. استراحت ذهنی. گاهی افراد برای بازیابی انرژی و پردازش احساسات خود به این فضا نیاز دارند. و 3. فرار از تعاملات ناخوشایند. فرد ممکنه احساس کنه که ارتباطاتش ناسالمه یا فایده‌ای نداره و ممکنه خودش رو کنار بکشه. اما آیا انزوا همیشه منفیه؟ نه. انزوا لزوماً چیز بدی نیست. اگه فرد از اون برای تفکر، آرامش یا بازسازی ذهنی استفاده کنه میتونه مفید باشه. اما اگه انزوا تبدیل به یک عادت دائمی بشه و فرد رو از تعاملات سالم باز داره میتونه نشانه ای از مشکلات عاطفی یا اجتماعی باشه. خب در مورد انزوا صحبت کردیم. حالا شماره 2 تشریفات. میشه گفت حالا از لحاظ سطح تعامل از انزوای 0 ما اون درصد صمیمیت به 20% افزایش پیدا کرده. تشریفات چیه؟ تعاملات بسیار سطحی و برنامه‌ریزی شده که معمولاً از روی عادت انجام میشه، مانند سلام و احوال پرسی روزمره. این نوع ارتباط حداقل میزان صمیمیت رو داره، اما برای حفظ چارچوب‌های اجتماعی ضروریه. ویژگی‌های تشریفات چیه؟ 1. قابل پیش‌بینی هستند. افراد میدونن چه انتظاری از این تعاملات دارند. 2. احساس امنیت ایجاد میکنن چون قوانین اون مشخصه و افراد راحت‌تر در اون شرکت میکنن. 3. معمولاً فرهنگی هستند. هر جامعه یا گروهی تشریفات خاص خودشو داره. خب تشریفات میتونه مانند آداب و معاشرت رسمی باشه، مانند دست دادن هنگام ملاقات، تعارف کردن غذا یا استفاده از القاب خاص در برخورد با دیگران. میتونه مراسم و آیین باشه، مانند جشن‌های تولد، عروسی یا مراسم مذهبی. و 3. عبارات کلیشه‌ای در جمع‌ها، مثلا وقتی در یک مهمانی کسی میگه هوا چقدر گرم شده و دیگران تایید میکنن. خب ببینیم ارتباط تشریفات با صمیمیت و انزوا چی هستش. تشریفات بین انزوا و صمیمیت قرار داره، یعنی افراد در حال تعامل با یکدیگر هستند، اما این تعاملات سطحی و بدون محتوای احساسی عمیقه. به همین دلیل تشریفات میتونن نوعی مکانیسم محافظتی باشند که به افراد اجازه میدن بدون درگیری عاطفی زیاد احساس ارتباط اجتماعی داشته باشند. اما آیا تشریفات همیشه مفید هستند؟ خب مزایاش چیه؟ 1. ایجاد احساس تعلق اجتماعی. 2. کاهش استرس در موقعیت‌های اجتماعی. و 3. فراهم کردن چارچوبی برای تعاملات روزمره. اما معایبش: 1. ممکنه باعث ایجاد روابط سطحی و مصنوعی بشه. و 2. اگر افراد فقط به تشریفات اکتفا کنند ممکنه از ایجاد روابط عمیق و صمیمی باز بمونند. خب انزوا رو گفتیم، تشریفات رو گفتیم و 3. سرگرمی. از نظر سطح تعامل و صمیمیت حالا به 40% افزایش پیدا میکنه. سرگرمی چیه؟ گفتگوهای نیم ساختار یافته که معمولاً شامل صحبت درباره موضوعات عمومی و غیر شخصی مانند آب و هوا، اخبار یا موضوعات اجتماعی هستند. این سطح از تعامل کمی فراتر از تشریفاته، اما هنوز ارتباط عمیقی ایجاد نمی کنند. مثالهایی از سرگرمی اگه بخوام براتون بزنم، صحبت درباره آب و هوا. هوا امروز خیلی گرم شده و طرف روبرو جواب میده آره به نظر میرسه تابستون زودتر از همیشه اومده. یا گفتگو درباره اخبار و مسائل عمومی. شنیدی پرسپولیس دیشب برد؟ بله، بازی
فوق‌العاده‌ای بود. بحث‌های کلی درباره علایق مشترک. این سریال جدید رو دیدی؟ خیلی جالبه. آره، ولی قسمت آخرش عجیب بود. اما ببینیم تفاوت سرگرمی با تشریفات و صمیمیت چیه. سرگرمی بین تشریفات و صمیمیت قرار داره. از تشریفات عمیق‌تره، چون شامل بحث و تبادل نظر میشه، ولی از صمیمیت سطحی تره، چون معمولا احساسات عمیق و واقعی افراد در اون بیان نمیشه. مزایاش میشه: یک، راهی برای ایجاد ارتباط و شناخت اولیه بین افراد. دو، کاهش تنش و ایجاد فضای دوستانه در محیط‌های اجتماعی. و در آخر روشی مناسب برای گذراندن وقت و در جمع‌های غیر صمیمی. اما معایبش: ممکنه جایگزین صمیمیت واقعی بشه، مخصوصا اگر افراد از ورود به روابط عمیق‌تر بترسن. اگه به اون بیش از حد تکیه بشه، ممکنه روابط انسانی رو سطحی نگه داره. خب، 3 سطح بعدی رو برای جلسه بعد میذاریم و در مورد صمیمیت بنا به اهمیت موضوع و اینکه تنها از سطح رابطه صمیمی عمیق و سالم هستش رو بیشتر بدون میپردازیم، و اینکه اگرچه تمامی سطوح در تعاملات ما وجود داشته و الزامی هستش، ولی شناخت تفاوت ویژگی ها و تفاوت اونها بسیار مهمه، و اینکه در بسیاری مواقع افراد تشریفات، سرگرمی، فعالیت و بازی‌های روانی رو با صمیمیت اشتباه گرفته و این اشتباه میتونه پیامدهای منفی جدی در بر داشته باشه. تا جلسه بعد خرد یار و یاور شما باد و عید شما پیشاپیش مبارک. ممنون. خدا نگهدار.